خوش آمدید به برنامه ما. اصلا تو جای شما معلومات دارید وضع سلامتی پرزیدنت قرقیزستان چگونه است؟ چون ما میدونیم حالا او در ترکیه قرار دارد. این حال ما معلومات رسمی را در مورد صحتی پرزیدنت المازبک اتامبایف نداریم. تا جای خبر یافتیم سبب در مشکل قلبی است و روز دوشنبه پرزیدنت وقتی به ترکیه پرواز داشت هواپیمای او در فرودگاه آتاتورک نشست. نوارهای ویدیویی نشان می‌دهند که پرزیدنت را به ماشین یاری تجلی سوار می‌کنند و برای تشخیص می‌برند. بعداً او را به کدام یک مهمانخانه در استانبول انتقال می‌دهند. در رابطه با بیماری پرزیدنت میان مردم نظرها دوخورند. یعنی سوالها پیدا شدند که برای چی او در بیمارستان نماند بلکه به مهمانخانه رفت. ولی اگر منطقاً بگیریم اگر واقعاً وضع او بد می بود حتما در بیمارستان بستری میشد. یعنی حالا خوب است وضعیتش یا چطور است؟ Президент Атамбаев собирался выступить на Генассамблее. المازبک اتامبایف قصد داشت در مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی کند و چون در نیمه راه مشکل قلبی پیش آمد تصمیم شد که هیئت قرقیزستانی را در مجمع وزیر کارهای خارجی کشور ایرلان عبدالدایف نمایندگی کند. Он будет представлять делегацию Кыргызстана там. بعضی از شارحان بیماری پرزیدنت قرقیزستان را یک نوع بیماری دیپلماتی مینامند. یعنی از نگاه آنها برای پرزیدنت یک نوع تنفس لازم بود تا اینکه با یک نیروی تازه در روبروی حریفانش پیدا شود. شما در این باره چی نظر دارید؟ Если брать, что был очень такой громкий. اگر ما بحث لفظی شدید المازبک اتامبایف را با سابق متفقانش که اعضای پیشین حکومت موقت قرقیزستان بودند به نظر بگیریم شاید واقعا او میخواست به این وسیله یک نوع تنفس بگیرد، خصوصا در وضعیتی که یکی از مخالفان اشدیش با برآمدهای شدید اللحنش کمبودی‌های او را آشکار کرد. اما در گمان است که بیماری پرزیدنت ساخته باشد چون که او واقعا میخواست در مجمع سازمان ملل متحد برآمد کند و برتریت خود را نشان بدهد. من فکر میکنم او در اصل بیمار شد و احتمالاً او با استفاده از این فرصت راههای برون رفت از نزاعهایی که میان او و هم پیمانهای قبلیش با وجود آمده است اندیشه خواهد کرد. Благодарю вас за беседу. Хорошо, Мадетин.